میگویند که در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کسی از شام آمد و همیشه پیش سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رفت و آمد میکرد، دوست شده بود. بعد از مدتی دیگه نمی آمد. حضرت عمر از کسی جویا شد که اون دوست همیشگی نمیاد، گفت اون خراب شده، اون راه کنار گذاشته، الان معتاد شراب شده و شب و روز بلا نسبت مسته و نشست. سیدنا عمر همین آیه را نوشت: غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. گفت این آیه را ببر برش بخون، اما زمانی که مست و نشه هست در اون زمان نخوان که اثر نداره. هر وقتی که از این حالت خارج شد اینو بخوان که اون بیاد بیفته که شب روز در گناه و معصیت هست. این گناه و معصیت توبه بکند، رجوع بکند، برگردد به سوی اللهی که هم گناه میبخشه هم توبه میپذیرد. اما اگر کسی بر نگردد شدید العقاب، سخت عذابش میده. به او بگو توبه بکن و اگر توبه نکنی سخت مؤاخذه میشی. و ذی الطول معنیش اینه که ناامید نباش، خدای عزوجل ذی الانعام الواسع هست، هم میبخشه هم بهت عطا میکنه. وقتی که این شخص قاصد سیدنا عمر رفت و برای اون شامی این آیه را خواند، او گفت که به عمر بگو که من توبه کردم، بس دیگه غلط کردم، اشتباه کردم. حالا این روش بازداشتن گناهکاران است. کسانی که زندگی را، بالخصوص جوانهایی که جوانی را به معصیت میگذرانند، به بیبندوباری، در مسیر دود و تریاک یا در مسیر شراب و میخاری، تا کی میخواهند الله را ناراضی بکنند؟ تا کی میخواهند الله را برنجانند؟ الله عزوجل این صفات را برای ما گناهکاران داره بیان میکنه که ای گناهکاران، اگر گناه دارید غافر ذنب هستم، اگر توبه بکنید قابل توب هستم، توبه را قبول میکنم، اگر برنگردید شدید العقاب هستم، سخت عذاب میدم، اگر برگردید ذی الطول هستم، یعنی اگر برگشتید نه تنها این که شما را میبخشم، انعام واسع و عطای بیکران به شما میدهم. هر بنده ای که تازه میاد به دربار الله گویا تازه مسلمان شده، الله عزوجل به او عنایت ویژه و خاصی دارد. لذا باید هر کسی که گرفتار هر مشکلی هست، هر معصیت و نافرمانی و خلاف شر هست، باید این آیات تکان بدهد و به سوی الله عزوجل برگردد.